سلام و درود مخلصان نغز ما. برنامه پرسکار را امروز در موضوع زباندانی پیشنهاد میکنیم و معین مینماییم که مردم کدام زبانهای خارجی را میدانند. زباندانی کاری آسان نیست، زیرا از بر کردنش مهنت و وقت زیاد را طلب میکند و این را باشد همگان از آوان خوردی میدانند. طفل وقتی که تولید می شود بابای زبان می آموزند، یعنی که از خودی با آموختن زبان می پردازد. وقتی که ما صنفای خرد بودیم همین خیلی یک وای بود، حکایه بود. این حکایه کسانف و ایزوپ. وقتی که ایزوپ به کسانف میگوید که از همه چیزی شیرین ترین را بیار، کسانف برای او زبان را می آورد. وقتی که میگوید که از همه چیزی تلخ ترین را آور، باز کسانف برای ایزوپ زبان را می آورد. بسیار حکایه عجیب. درباره مهمیت زباندانی چی متخصص چی میگوید؟ برای هر یک شخص دانستن زبان، نه تنها زبان مادری بلکه زبانهای خارجی، در شرایطی که امروز مثلا جهانی شوی، روند جهانی شوی در عالم گسترش می‌یابد، دانستن زبانها مهمترین واسطه مثلا تامین شدن با جای کار است، مهمترین واسطه معاشرت است، مهمترین واسطه مثلا رفتن جهانبینی خود را وسیع کردن است. از این نقطه نظر هر یک نفری که امروز میخواهد که در جهان معاصر موقع استوار داشته باشد، در جامعه موقع استوار داشته باشد، باید زبانهای خارجی را آموزد. ولی چگونه میتوان یک چند زبان خارجی را از خود کرد؟ میگند که هر که با زبان خود سخندان گردد، دانستن 100 زبان آسان گردد. برای آن که ما زبانهای خارجی را از خود نماییم، ما باید سر اول زبان مادری خود را به پرگی به طور باید و شاید آموخته باشیم. در زمان معاصر غیر از دانستن زبان مادری باز چند زبانهای خارجی را از خود کرد؟ هر یک شخص به غیر از زبان مادری خود باید زیاده از 2-3 زبان را باز از خود نموده باشد که این جهان بینی او را فراختر می‌گرداند. به ممانعت می‌تواند که در هر کجایی که باشد حساب کاری خود را یابد. می‌تواند که کسب و کارهای گوناگون را از خود نماید، پیش نماید. فرض کردیم زبان انگلیسی یا اینکه زبان عربی یا اینکه زبان خیتایی یا اینکه زبان مثلا ژاپنی یا اسپانی، هر یک این زبان‌ها در جهان مثلا موقع خودشان را دارند. خوشبختانه امروزها جوانان بیشتر به زبان آموزی رو آوردند و حالا جوانان ما خیلی به این زبان آموزی اهمیت جدی داده ایستادند. وقتی که من درباره کلانسالان میگویم، برای اون که در زمان شوروی بسیارتر همه زبان روسی را می‌آموختند. تمام مکتب‌ها با 2 زبان بودند، زبان تاجیکی و زبان روسی، و نسل کلانتر بسیارتر زبان روسی را خوب می‌داند. حالا جوانان با آموختن زبان‌های خارجی و مثال زبان انگلیسی، زبان خیتایی، زبان کوریایی خیلی دقت مخصوص می‌دهند، برای اون که برای پیش بردن کار خود در آینده با آنها این زبان‌ها لازم است. مهمیت زبان آموزی را چی مردم درک کردند؟ مردم درک کردند، انسان‌ها درک کردند که دانستن زبان‌ها حتمی است. و امروز ما می‌بینیم که بسیاری مردم فرزندانشان را در مکتب‌های روسی می‌گذارند تا که تحصیل کنند. در مرکزهای زبان آموزی امروز خوانندگان، مقدار آموزندگان خیلی زیاد است. یا اینکه مثلا در فاکولته ما که مثلا زبان‌های خیتایی، عربی، انگلیسی، فارسی آموزانده می‌شود، خیلی داوطلبان زیاد هستند. در تاریخ نیز درباره زبان آموزی گذشتگان ما یگان بازیافت هست؟ واقعه عجایبی دیگر در عصر 15، عصری که مثلا عصری میانه میگویند، عصری رکود میگن، لیکن یک تاجیک پسری بود که زبان خیتایی را میآموخت و خیتایی نامه نام کتاب نوشت. سید علی اکبری خیتایی کتاب هم نوشته است. این گونه مثال ها ما هزارها داریم. مثلا غیاث الدین نقاش که سفیر بود به زبان خیتایی در عصر 15 رفت به خیتای رفت همچون سفیر. پس دانشجویی و زبان آموزی به ما از گذشتگان میراث مانده است، گوییم خطا نمیکنیم. از این لحاظ امروز هم ما باید رسالتی
به سرمان گذاشته شده را اجرا کنیم، به جای آوریم و همان عرف و عادت و عنعنه‌هایی که در تاریخاً بود، تاریخاً در ما جای داشت، امروز برقرار کنیم. این را ما در زمان معاصر خوب درک کرده ایم، زیرا در روند گلوبالیزاسیون دانستن زبان‌ها حتمی است. خواهیم هم نخواهیم هم امروز زبان انگلیسی به زبان ما تاثیر دارد، زبان روسی به زبان ما تاثیر دارد، زبان خطایی امروز به زبان ما تاثیر دارد. از این رو ما به چنین خلاصه آمدیم که دانستن زبان برای رشد همه طرفی خود شخص، برای رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت ضرور است. تشکر برای پاسخ. سوال نخستین برنامه پرسکاپ چنین است: کدام زبان‌های خارجی را می‌دانید؟ انگلیسی، نمیسی، کمتر. روسی. زبان روسی. روسی، انگلیسی، کمتون. ایشان روم دیگه بچه‌ام. روسی. از زبان‌های خارجی تنها روسی و ازبکی. ازبکی، تاجیکی، عربی. آنقدر خوب نمیدونم. زبان‌های انگلیسی، روسی. میبخشید تو هیچ زبان فرانسوی یا اون کس میداند می؟ من وقتی مکتب بودم انگلیسی آموختگی بودیم، بعد من با کارم باید لازم نشدگی من تا حال روسی هم خارجی. خیلی روسی ها روسی نقص میدونم. زبان خارجی روسی کم بیش نمیشه. روسی، ازبکی، تاجیکی. روسی رو، انگلیسی رو از روی ترجمه. انگلیسی را میدونم، روسی، تاجیکی، ازبکی. زبان انگلیسی. نه من فقط روسی رو میدونم تا دیگه. نه. با خدا من نمیدونم. روسی؟ کم کم انگلیسی، کم کم عربی. نه. زبان روسی، زبان انگلیسی میدونم. من یکان زبان خارجی آلمانی میدونم خیلی کم. زبان ازبکی، نمیسی، کمتر انگلیسی. روسی، ازبکی. روسی میدونم. من زبان روسی میدونم. انگلیسی و لغت کدی. روسی خلاص. ازبکی، قرغیزی. من انگلیسی رو، روسی رو. روسی و نسخه انگلیسی میدونم. من بخیر از نیمецکی خیلی زبان انگلیسی، روسی، عربی. خوی. این زبان دانید و خوی خانزم. ازبکی، انگلیسی، حاضرش به. فقط روسی، تاجیکی. روسی. انگلیسی یعنی زبان خارجی، با زبان ازبکی، روسی. تشکر برای پاسخ. ولی آنهایی که زبان‌های خارجی را نمی‌دانند، برای چی؟ چرا زبان خارجی را نمی‌دانید؟ وقتی چند مکتب خوندگی، عیاد بروندگی. اکن در آمده می‌آموزم. ندونم. وقتی ما مکتب تمام کردیم سال 78 زبان خارجی نبود. زبان روسی میدونیم، زبان روسی بود. دوره شوروی دارم خدا اهمیت نمیدادم، برای همین خدا آموختگی نیستم. خیلی اکن همون نمیدونم. کم بودی من اهمیت ندادم، همون وقتی دوره سویتی با اهمیت ندادیم. اکو افسوس. خوشبختانه فیصد زیادی مردم زبان خارجی را می‌دانند. به شما منفعت می‌آورد؟ برای چی زبان خارجی را می‌دانید؟ По войске همین زبان ها من программой اشتراک میکنم، курсовые. Еще для моей профессии это нужен. Например, я сама буду врачом в будущем, там нам нужен немецкий, например, к нам приезжают врачи из Германии, они полностью по-немецки разговаривают, и мы переводим эти слова, и заодно мы там практику проводим. Для меня это пользу приводит, конечно. بله هنگامی مثلا ما به دولت‌های ترقی کرده دنیا برای دیگه جا به سفر کردن به ندانستن زبان انگلیسی بسیار دشوار است. مثلا خارجه بمیری دبی مثلا ближайший آدما میرفته که برای سیاحت میرفته که اونجا به زبان ندانید شما برای خودتون перевод چی نمی‌مایید میکنید. Я в Москве жила просто. Я училась, жила. رسیب رفتیم کار کردیم اومدیم. دوستا هیان. بله فایده‌های زیاد داره برای معاشرت کردن. مثال یگان دولت بروید یگان جا سیاره دیگه مشکلی نمیکشید. یکی از اختصاصهای من زبان عربی است. دشوار نیست؟ به شما منفعت می‌آورد؟ اصلا همه زبان‌ها خصوصا زبان تاجیکی که طول چندین سال عصرها زیر تاثیر زبان عربی بود، بسیار کلمه‌های عربی معمول است استفاده می‌شود. از همین نقطه نظر یعنی دانشی حداقل دانشی زبان عربی برای فهمیدن مندرجه و مضمون بسیار کلمه‌هایی که روز در زبان تاجیکی استفاده می‌شوند خیلی کمک می‌رسانند. قرائتی بسیار مأخذهای تاریخی با زبان اصل زبان عربی نیست. این هم یکی از
چی گویم فایده های دانستن زبان خصوصا زبان عربی خیلی به فایده نمیبخشه زبان دانی جهان رو میگفتم دیگه علمای پیشینه ما مثلا از تاجیکستان بیرون میبرید و مهمانا میبیاین مهمانای برون مرزی کجای داریم زبان با زبان روسی با ازبک‌ها واخریم زبان روسی با قرغیزان با دیگر ملت‌ها واخر با زبان روسی کم میزنن با گفتی مردم که زبان دانی جهان دانی برای اول زبان آموختن چیزی خوب است. ما کلان شوم در کار میشود یگان جا میروم گاو میزنم قطعی یگان چی پرسیدنی باشم گاو میزنم. بسیار منفعت خوب میرسوند برای که وقتی که شما بعد دیگه خارجه سفر میکنید خیلی کمک میکند با آنها گپ زدن. آقای زبان دانی جهان دانی زبان که دانی در جای کی رفتی در نمیمونی. البته وقتی که به خارج کشور میروید بعد منفعت زبان ها رو میفهمید. مثلا من سال 1999 وقتی که به کره جنوبی برای اینستیتوت کویکا اکادمی تلویزیون خوانده رفتم وقتی که سمالات پایین شد دیگر من در اونجا کسی رو نمیشناختم و با یگام زبان حرف زدن نمیتونستم با اونها و در همونجا من اهمیت زبان رو فهمیدم و از اونجا آمدم زبان انگلیسی رو از خود کردم. یا اینکه مثلا همین در دیگر کشورها وقتی که سفر میکنی و مثلا خودت هم معرفی کردن نمیتونی دولتت هم معرفی کردن نمیتونی این خیلی عیب است. منفعت خیلی مهم دارد این اساس برای دیگر خیلی مثال کارها تمام کارهایی که در جمعیت حضوری ما هست برای این فایده بخش است. من در مکتب کار میکنم در پروژه‌های میجنرال اشتراک کردیم. وقتی که در سفر بودیم زبان انگلیسی هم کم کم میدونیم وقتی که در سفر بودیم اونجا کم کم تونستیم حرکت کنیم گپ زدیم. خیلی که میگن زبان دانی جهان دانی چقدر زبان دانی البته به منفعتی است. اگر وقتش بیاد فایده میدهد. اینترنت و همش زبانی روسی کردیم. اینفورماسیون هر خیلی واقعی میگرد دادم. از دنیا با خبر نیستید. یه باور کنید زود. زبان شناسی دنیا میشناسی. من بیزنسمن و به مولوی خودت روسی میرم یاردم میکنم. با یگان سفری که رویم اگر البته زبان خارجی رو دونستن دکار یعنی که من خودم صنعتکار هستم در تئاتر کمال خودجانتی کار میکنم این دونستن زبان ها برای ما بسیار بسیار لازم و ضرور است. هرچی که خود گذار زبان روسی گام میزنی بفهمی. من به امریکا سفر کردن میخوام دانستن زبان انگلیسی برای من حتمی است. من روسیه و ریوگا دکار میشم. حاضر برای من یاری خیلی زیاد را رسانیده ایستاده است. فهمم پاسخهای خیلی نقص ولی برای همه باز یک سوالی خوب داره. راستش گپ زد. در آینده کدام زبان را میخواهید از خود کنید؟ В будущем, конечно, хочу изучать немецкий язык и планирую турецкий. یکان حاضر ما همین بسی میکنه عینی حال آموخته ایستادم. انگلیسی البته با همراه فرزندانم زبان انگلیسی را آموخته ایستادم. میخواستم زبان انگلیسی رو خیلی میدونم لیکن به هر حال باز هم خوبتر در سطح فهمیشی یعنی معمولی و استفاده بری آن در ضمن معاشرت میخواستم تا همین درجه زبان انگلیسی رو دانسته باشم. من همه زبان ها رو میخوام. البته نیت آموختن را دارم. زبان های نمیسی ما آموخته ایستاده بودیم. انگلیسی همین قدر حرکت کردیم کمو بیش میدانیم. نصیب آینده با انگلیسی. با من بیشتر نمیسی معقول است و میخوام از خود کنم. اختیار را آموختنی. زبان های عربی و نمیسی رو دارم و عین حال دوام داده ایستادم زبان آموختنی آن رو. میخوام با عربی به زبان عربی گپ زنیم. حاضر ازبکستان روش ده همسایه میخوایم به زبان ازبکی گپ زنیم. من تکمیل داده ایستادم زبان عربی و زبان انگلیسی. یکی آموختن دارم اما قبول کنیش وزمین‌تر سین سال رفته است. پیش وقت دادیم که زبان دیگر البته یاد گیریم. اکنون در این سین سال البته دارم و 70 به من درآمدگی. حاضر اکنون زبان آموختن مشکل حاضر. نباشد خواهش هست. البته میخوام زبان انگلیسی رو اصول کنم. آینده میخوام یک پرکتیک در لابراتوری امریکا بذارم. انگلیسی اساساً عربی دارم انگلیسی زبان انگلیسی برای معاشرت برای خیر همه چیز فهمیدن. مثلا انگلیسی خطوی بسین دو سال وقت شده که بس بوده که سمینه. انگلیسی نمیسی. در آینده میخواهم که زبانی خطایی را از خود کنم. دوستان عزیز رحمت برای حقیقت گویی و امید داریم که حتما به آرزوهای خود میرسید. خلاصه نظرسنجی چنین است. از 35 نفر آدمانی که در نظرسنجی مذکور اشتراک کردند همگی 6 نفر زبان خارجی را نمیدانند ولی
نیت و آرزوی آموختنش را دارند و 29 نفر دیگر باشد زبان خارجی را می دانند. این بود پرسکوی امروزه در موضوع زباندانی. خیر تا برنامه دیگر امان باشید.